خب برای سگنگ حال چطوره؟ اومدیم ما امروز با یه ویدیو جدید آموزش هدشات زدن داخل پایه. الان همه چیشو براتون توضیح میدم. این اسکاپ این واگانای وانشاتی بگیریم بزن اون وستیکر یه دونه UMP یه دونه هم دیزل بگیریم. چیزی که این سنسی که میدم تزمینی اوکیه، فقط خودتون باید بکشین بالا، باید چند روز باش تمرین عادت کنید. همش بس الان درست این چرا نمیتونم بزنم گانا رو عوض کنیم به جای ایران پیمسل بگیرم. لگرم خودتون باید با این سنسی تمام کاملش بیاد دست نشون بدم. خب اولین چیزی که مهمه اینجا این سنستون رو که آخر سر سنس رو میدم نگاه کنید. اولین چیزی که مهمه این سایز تیرم سایز تیر من 66 برای این سنسی که من میگم. خیلی هم نباید بکشیم بالا تا اینجا یه 5 سانت کم در 3-4 سانت سر سایز تیر بکشید بالا. اونجوری خیلی مهمه. اگر ایمتون اونجا بود اینجوری میکشید، اگر این ور بود منحلی میکشید، مثل یه نصف دایره از این ور میاد این ولی وقتی خود انمی بود خود دیگه بکشید بالا. خب دیگه خیلی باید با این سنسور تمرین کنید، حداقل 2-3 ساعت باید تمرین کنید تا قشنگ اوکی بشید. خیلی قش بیاد دست کنم دیگه حرف دیگه نمیمونه و بریم برای سنس. همونجور که دیدی اصلا ویدیو رو استوب نکردم، همون مستقیم اومدم تو سنس. این سنس من جنرال 170 ردات 180 اسکوپ 2 133 اسکوپ 4 145 اسنایپر اسکوپ 50 فریلوک هم 70 بزنید و حال کنید. اینجمون هم که پرید و امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و سنسه به کارتون بیاد. تا ویدیو بعدی پیس.